دوستان گرامی سلام. کسایی که در پاکستان بودن همراه دولت آمریکا کیساشون منتظر کیسایشان بودن، خبر خوش برای شما داریم. مقامات آمریکایی وارد پاکستان شدن در 7 دسامبر، 8 دسامبر، 9 دسامبر. همراه مقامات پاکستانی صحبت کردن که ما تلاش داریم کسایی که همراه ما کیس داشتن پروسس کیس های اونا را سرعت ببخشیم. در این دیدار مقامات آمریکایی همراه سازمان نماینده های UNHCR، نماینده های IOM و نماینده های صلیب سرخ دیدار و گفتگو داشته. از فعالیت های اونا هم تشکری کرده. خب صحبت با UNHCR، صحبت با IOM و صحبت با صلیب سرخ به این معنی است که ممکن است با اونا بعض معلومات را در قسمت انتقالات همکارایشان در قسمت در پاکستان مربوط مهاجرین میشه. مثلا UNHCR در قسمت برگه اقامت در پاکستان میتونه کمک همکاری بکنه. سازمان IOM اکثرا در قسمت انتقالات کمک و همکاری میکنه. صلیب سرخ در حالت عاجل و اضطراری. و میخوایم بگم که مقامات آمریکایی با اینا هم دیدار و صحبت داشته و از اونا هم تشکری کرده. و جالبی که با این همه انتقالات و تلاش اینا هنوز هم 25,000 نفر کسایی که همراه آمریکایی کار کرده بوده هنوز در پاکستان به سر میبره و این یک آمار بسیار درشتی هست. خب دولت پاکستان هم اعلان کرده که کسایی که همراه دولت های خارجی کیس داشته در ارتباط بوده ما اونا رو دپورت نمی کنیم و برای اونا زمینه انتقالاتشان رو با کشورهای دیگه فراهم میکنیم. اینی خبری بود، خواستم فقط خلاصش رو برای شما شریک بسازم. شما جزئیات بیشترش در این وبسایت بخونید و چیزایی که گفته شده امیدوار هستم که زودتر عملی شود. خب خبرهای دیگه هم اگر بود همراه شما شریک میسازیم. تا دور دیگر بدرود.